بسم الله الرحمن الرحیم. دوباره در تب اینزرت هستیم. در مورد منوی ایلوستریشنز ما به اصطلاح بحث خواهیم داشت. قسمت پیکچر رو میخوانیم. بیاین مثلا از اینزرت تصویر استفاده بکنیم. وقتی ما پیکچرز کلیک میکنیم اینجا حالا برای وارد کردن تصویر آپشن های مختلفی هست. مثلا دیز دیوایس میتونیم یک تصویر از داخل کامپیوتر انتخاب بکنیم، یا مثلا استاک ایمیجز میای مثلا به اصطلاح اینجا هم گفته unleash your imagination with premium content from the stock image library از استاک یا به اصطلاح مایکروسافت. از اینجا تصاویر ما حالا منابع آنلاین است، آنلاین پیکچرز به این شکل استفاده میشه. اما ما بریم از تصویر از کامپیوتر خودمون وارد بکنیم. حالا ما در قسمت بیایم در درایو دی و پایینتر روی ببینیم تصویرها در کجا هست. یک قسمت یک تصویر ما وارد بکنیم. بیاییم مثلا این تصویر رو وارد بکنیم. اینزرت میشه. یک مقدار سایزش را کوچکتر بکنیم. حالا ما میتونیم تصویر خود بالاتر هم منتقل بکنیم به این شکل. مثلا ما میایم در اول ابتدای کار قرار میدیم و تصویری که ما وارد کردیم یک تبی به نام پیکچر فرمت برای ما باز میشه و روی خود تصویر هم مثلا حالا بعضی نقطه ها قرار داره. ما میتونیم که سایز تصویر هم مثلا خرد و کلان بکنیم، به یک نسبت و تناسب مشخصش حالا از گوشه هاش بکشیم به یک نسبت مشخص. طول و عرضش مثلا همزمان تغییر میکنه، یا مثلا از طول و عرضش اگه ما بکشیم میایم مثلا فقط طول و عرض تصویر کم و زیاد میشه. یا ای که علامه یا فلشی که به اصطلاح در بالا هست بازی میتونه که تصویر خود به اصطلاح ما بیایم بچرخونیم یا به اصطلاح روتیت بکنیم. به این حالت میتونیم کار را انجام بدیم. حالا یک منوی در این قسمت هم ظاهر میشه که مربوط به نحوه قرار گرفتن تصویر است. آپشن های مختلف داره. مثلا هست اینلاین وید تکست، یعنی که میتونه که در مابین متن هم قرار بگیره به عنوان یک عنصر. اگر ما در بیاریم مثلا در این قسمت قرار بدیم ببینیم به این شکل میای در یک ساحه در به اصطلاح بعد از این هم یگان متنای قرار میگیره، اما ترجیحاً زیادتر میاد به شکل قرار میگیره که عرض سفر به خود اختصاص میده. یا که ما دوباره روی لیات آپشنز اگه بیایم گزینه‌های مختلف هست که در چهار اطرافش متن بیای قرار بگیره. مثلا ویت به اصطلاح تکست رپینگ در چهار طرفش متن قرار بگیره. حالا حالت‌های مختلف هست. حالت اسکوئر است اگر که تصویر خب بالا اینجا تصویر ما مربع است. اگر حالا یک شیپ یا شکل باشه که منحنی باشه تصویر به اصطلاح، یا تصویر گرد باشه، باز هم یک فضای مستطیلی شکل به خود اختصاص میده و میای مثلا متن دیگه حالا به اون شکل یک فضای مستطیلی را مثلا اشغال میکنه. و اگر قسمت های خالی باقی ماند باز به اصطلاح ما بریم کراپ بکنیم که بهتر فهمیده شود. و این حالت ببینید در گوشه های از که هست هم فضای خالی وجود داره و متن نیامده اینجا رو اشغال نکرده این گوشه هایش، در حالی که این خودش دایروی هست. و ما ویت تکست رپینگ گزینه بعدیش مثلا داریم که میایم مثلا فضاهای خالی رو هم به اصطلاح حالا به این شکل پر میکنه تا جایی که امکان داره. و یک حالت دیگه که هست حالا انعطاف پذیرتر است، حالا گزینه سومش ترو هست که به این شکل میایم مثلا در مابین متن قرار میگیره. حالتهای مختلفش هست. یا ای که میگیم نه یک به اصطلاح عرض سفر در هر جای قرار گرفت کلا به خودش اختصاص بده. یا ای که ما میگیم که در زیر متن قرار داشته باشه. یا ای که میگیم که نه در بالای متن این قرار داشته باشه. نحوه قرارگیریش هست که حالا ما کنترل زد بکنیم به حالت اول برگرده به این شکل. هم مثلا حالت اسکوئر زیادتر استفاده میشه. به این حالت میتونیم استفاده بکنیم دیگه. حالا نظر به این است که شما متن این شکل یا تصویر در کجا استفاده میکنین، میایین مثلا او حالت حالا بهترش که در نظر شماست او حالت اعمال میکنین به این شکل. دیگه ببینیم کدام حالت ها رو داریم. حالا در قسمت به اصطلاح پیکچر فرمت اگر ما ببینیم ریموو بک‌گراند را داریم. ما میتونیم که بک‌گراند از این تصویر حذف بکنیم. گرچند این آپشن ها را اگر ما بیایم مثلا در فتوشاپ و اینا اگر انجام بدیم بهتر است، اما باز هم به اصطلاح ویرایش عکس بعضی آپشن هایی مثلا در خود ورد هم وجود داره، میتونیم با استفاده از اونها عکس خود ویرایش بکنیم. ریموو بک‌گراند اگه بزنیم میتونیم که حالا خودش یک ساحه تشخیص میده. حالا ناحیه‌ای که به اصطلاح
ارغوانی رنگ شده، اینا را میانه بعدا حذف میکنه، مثلا این بک‌گراند تشخیص داده، گرچه دقیق تشخیص نمیده اما تا جایی میایه مثلا چیزی که میشناسه او رو مثلا بک‌گراند تشخیص میده، اما ما بقیش به اصطلاح نگه میداره. اگر ما روی کیپ چنجز بزنیم میایم مثلا این بک‌گراند را جایی که تشخیص داده حذف کرد، یا که دوباره از قسمت ریموو بک‌گراند بیاییم مثلا میگیم بعضی نواحی را حفظ کو، حذف نکو، بک‌گراند نباشه. و میتونیم روی مارک اریا تو کیپ حالا کلیک بکنیم و یک مداد اختیار ما قرار میده. با این میتونیم مشخص بکنیم این ساحه رو مثلا بک‌گراند نیست، حذف نبکنه. به این شکل ما میتونیم که حالا خیلی دقیق نیست، حالا میتونیم از این حالت ها استفاده بکنیم. حالا تصویر اگه خیلی واضح تر باشه بهتر فهمیده میشه، یک تصویر تاریک معمولا کمتر فهمیده میشه. به این شکل حالا ما ساحه هایی را که میخوایم بک‌گراند نباشه او را مشخص میکنیم، میگیم اینا بک‌گراند نباشه و بعدا حالا میه اونا رو از حالت بک‌گراند خارج میکنه. و اگر جایی را خواستیم بک‌گراند باشه حذف شوه، باز مارک اریاز تو ریموو انتخاب میکنیم، میگیم نه این نواحی حذف شوه یا بک‌گراند محسوب شوه بیای بعدا حذف شوه، او را انتخاب میکنیم و روی کیپ چنجز اگر بزنیم به این شکل تغییرات اعمال میشه. اگر که روی دیسکارد بزنیم دیگه مثلا تغییرات اعمال نمیشه. این از حذف کردن بک‌گراند است. قسمت کارکشنز، حالا ما یک تصویر به اصطلاح شفافتر بیاریم، روشن‌تر بیاریم که این تغییرات و این حالات ها روش بهتر فهمیده شود. میتونیم که این حالت ما وارد بکنیم. تصویر خیلی بزرگ است، حالا سایزش یک مقداری که کوچک بکنیم بهتر فهمیده میشه. دوباره همون آپشن قبلی رو هم فعال بسازیم از لیات آپشنز. خب حالا ببینیم دیگه چی کارا میتونیم که روشنایی از زیر هم ما تنظیم بکنیم. حالا حالتهای مختلف داره دیگه، شما میتونید تنظیم بکنین ببینین که به شکل قرار میگیره به این حالت ها هست، یا که این گزینه هایی که در اینجا هست در آخر خود پیکچر کرکشن آپشنز حالت های مختلف را بزنیم یک پنل در سمت راست صفحه باز میشه که ما با جزئیات بالاتری میتونیم روی تصویر کار بکنیم که ما این منو را در حالا در تب هوم هم مثلا داشتیم سرش کار کرده بودیم که مثلا میایم به اصطلاح بعضی پریست های آماده رویش اعمال میکنیم. پریست چی است؟ پریست بعضی حالا افکت های آماده ای هست، مثلا روشناییش تنظیم شده است از قبل، حالت های مختلف از قبل تنظیم شده است، فقط ما صرفا اعمال میکنیم. پریست میگن اون. مثلا میگیم که تصویر چه مقدار مثلا شارپنسش چه مقدار باشه، یا تصویر چه مقدار به اصطلاح واضح باشه، یا ای که تصویر شارپنسش کم باشه، اینا رو میتونیم تنظیم بکنیم. روشنایی، برای روشنایی مثلا پریست های مختلف داره و دستی هم ما میتونیم تنظیم بکنیم، مثلا روی روشنایی اگر کار کردیم. گرچه منوهای زیادی هست در اینجا، حالا در قسمت های مختلف ما بیشتر آشنا میشیم. مثلا قسمت پیکچر کرکشنز آمدیم، حالا در پیکچر کالر هم هست که ایره هم ما داریم بعدن. پیکچر ترانسپرنسی هست و قسمت کراپ یا برش عکس هست، حالت ها رو ما داریم، یا ای که حالت تکست باکس و شادو اینا رو ما داریم. اما تمام موضوعاتی که ما در اینجا کار میکنیم، حالا روی آپشن های بیشترش بیایم در این قسمت برای ما این تب باز میشه، حالا اون قسمت میتونیم ببینیم. یا که روی کالر اگه بیایم رنگ بندی های خاصی رو مثلا میتونیم داشته باشیم، یا مثلا تون رنگی خاصی رو میتونیم اعمال بکنیم، یا دوباره میتونیم رنگ بندی بکنیم. حالا حالت های مختلف وجود داره. یا که ما میتونیم از قسمت مور وریشن حالا بیایم رنگ بندی های مختلف حالا نظر به انتخاب خود ما سرش اعمال بکنیم، یا دوباره گزینه مور کالرز که ما در جلسه های اول در ورد سرش بحث کردیم، حالا این گزینه هم هست، میتونیم رنگ های بیشتر رو انتخاب بکنیم. یا ست ترانسپرنسی کالر چیکار میکنم؟ یک مقدار حالا روشن میکنه، حالا بک‌گراند عکس شفافتر میکنه. ببینید به این شکل که ما کشیدیم، حالا میامون رنگی هم که اعمال کرده بود دوباره شفافتر میسازه و از قسمت کلا حذف میکنه. از رنگ بندی این موضوعات داریم. یا که ست به اصطلاح پیکچر کالر آپشنز اگه ما بزنیم میتونیم که حالا دوباره حالتهای بیشتر رو اینجا میتونیم ببینیم. رنگ بندی های مختلف است، تمپرچر یا حالت های مختلف دیگه که در اینجا میبینیم، اینا رو میتونیم اعمال بکنیم. یا ریست رو بزنیم، تمام تغییراتی که آوردیم اینجا از بین میره، ریست میشه. ترانسپرنسی تصویر ما شفاف میشه، مثلا ما ترانسپرنسی زیر افزایش دادیم، اگر که ای در روی متن قرار بگیره، ما از حالت لیات آپشنز این بیاریم در روی متن قرار بدیم، این در روی متن قرار داره، اما چون ترانسپرنسیش ما زیاد کردیم باز متن
حالا در پشتش که هست در مثلا از زیرش معلوم میشه. یا اگه ما ترانسپرنسی را کم بکنیم و صفر برسانیم، باز عکس ما واضح میشه اما پشت سرش کدام چیزی معلوم نمیشه. حالا ترانسپرنسی را اگر به حالا بالاتر ببریم، حالا در 100% نزدیک بکنیم، دیگه کل عکس ما کاملا شفاف یا حالت شیشه‌ای رو میگیره که ما نمیتونیم که به اصطلاح میتونیم که اگر متن پشت سرش باشه او را ببینیم. دیگه موضوعاتی که داریم قسمت کامپرس پیکچر است یا به اصطلاح فشرده سازی پیکچر است. این اگر ما بیایم به خاطر چی استفاده میشه؟ به خاطر از اینکه ما ممکن است این فایل ورد را که درش ممکن است تصویرهای زیادی رو ما قرار بدیم، ما میخوایم وقتی که در جای ایمیل کردیم یا در یک وبسایتی را آپلود کردیم به اصطلاح بیاید حجم از کم باشه. یعنی که حالا ما ممکن است 10 تا 20 تا تصویر درش انداختیم، تصویرام کیفیت‌هاشون بالا هست، نمیخوایم که یک فایل ورد ما بیاید مثلا 200 300 MB شود. ما میتونیم که کامپرس بکنیم که کیفیت تصویر یک مقدار کیفیت حفظ میشه اما میای حجم تصویر را تا جای ممکن کم میکنه. حالا حالتهای مختلف هست، مثلا use default resolution میای همین کیفیت فعلیش اعمال میکنه، کم نمیکنه. برای ایمیل ما میتونیم از حالت 96 ppi استفاده بکنیم که میایم برای شیر کردن روی ایمیل یا به این شکل هم کامپرس میکنم. روی وبسایت اگر خواستیم نشر بکنیم 150 ppi قرار میدیم. حالتهای پرینت مثلا 220 ppi تنظیم میشه. حالت اسکرین اگر HD بود 330 ppi. یا مثلا میگیم که نه کیفیت بالا باشه preserves quality of the original picture، تا جای ممکن میای کیفیت تصویر اصلی رو حفظ میکنم و حجمش تا جای ممکن میای یک مقداری کم میکنم. و بالا که از کامپریشن آپشنز داریم، مثلا میگیم تنها این تنظیمات کامپرس شدن روی از این تصویر اعمال بکنم یا تیکش برداریم روی تمام تصویرها میایه مثلا اعمال میکنه. در کل داکیومنت ما میتونیم که این کامپریشن ها را داشته باشیم. یا که حالا بعضی تنظیمات سرش بعضی حالا افکت ها رو سرش اعمال میکنیم، بعدا روی قسمت چنج پیکچر میاییم میگیم که نه تصویر ما تبدیل شود. حالا تصویر از کامپیوتر اگر آوردین یا از منابع آنلاین اگر آوردین میتونین که تصویر رو بیارین و تبدیل بکنین. مثلا حالا ما یک تصویر دیگر اگر اعمال بکنیم، حالا مثلا این تصویر انتخاب بکنیم، بزنیم اینسرت، ببینیم اون فریمی که اضافه کردیم یا چوکات رو که اضافه کردیم در اینجا مثلا وجود داره، صرفا تصویر مثلا آمده برای ما تغییر کرده، حالا تصویرش تبدیل شده، دیگه تصویر برای ما اینجا حالا ما چنجش انجام دادیم. یا که ریست پیکچر داریم، میاد حالا تمام افکت هایی که سرش اعمال کردیم او را ریست میکنه. یا که ریست پیکچر ان ریسایز، حالا تمام تغییراتش به اصطلاح تمام افکت ها و استایل هایی که روش اعمال کردیم اونا هم پس میشن و سایزش هم مثلا به حالت اوریجینال یا سایز اصلیش در اینجا قرار میگیره که ما میتونیم این به این شکل هم ریست را داشته باشیم. پیکچر استایلز ما از این قسمت میتونیم که حالا قاب و اینا برش اضافه بکنیم، حالا حالتهای مختلفی در اینجا وجود داره، میتونیم حالا هر کدامش خواسته باشیم روش اعمال بکنیم و حالا بیایم در داکیومنت خود ازش استفاده بکنیم. یا که ما میتونیم که باردر افکت و لیاوت های مختلف خود ما تنظیم بکنیم. حالا ما اگر که اینا را بیایم ریست بزنیم، ریست بکنیم و از قسمت پیکچر استایلز بیایم مثلا باردر یا مثلا خطی که در چهار طرف تصویر ما کشیده میشه این رو ما خود ما تنظیم میکنیم. میگیم که مثلا یک رنگ سرخ باشه یا ای که مثلا یک رنگ دیگه باشه، حالا مور اوتلاین کالرز بزنم منوی رنگ باز میشه، حالتهای RGB و به اصطلاح حالت هگزادیسیمال میتونیم که حالا در درس گذشته خواندیم در درس اول، میتونیم به اون شکل رنگ‌ها رو تنظیم بکنیم. ضخامتی از این خطی که قرار است در بیرون تصویر ما به اصطلاح تنظیم شه این تنظیم بکنیم، یا حالتهای خمیدی خط را داشته باشیم یا حالتهای نقطه چین و خط چین را داشته باشیم، بیایم مثلا اوتلاین را تنظیم بکنیم. حالا آپشن ها در اینجا زیاده، شما میتونید که ببینید یا تمرین بکنید. پیکچر افکت چی کار میکنه؟ میه مثلا سایه اضافه میکنه، انعکاس اضافه میکنه، روشنایی اضافه میکنه که ما باز هم این منوها را در درس‌های قبلی داشتیم. حالا مثلا حالت پرست های آماده رو ببینیم، این یک تعداد حالت های سه‌بعدی در اینجا هست که میای تصویر ما را مثلا در حالت های سه‌بعدی قرار میده، یا مثلا حالت های شادو داریم که میگیم سایه بیرونی داشته باشه،
یا سایه داخلی داشته باشن، یا سایه مثلا در بیرون از او در مثلا سایه بلند باشن، یا حالتهای انعکاس را داریم، حالت روشنایی را داریم که تمامش میتونیم که رنگ بندیش ما خود ما تنظیم بکنیم، یا از روی مثلا گلو آپشن های بیشترش ببینیم که ما بزنیم به این شکل منو باز میشه. از اینجا میتونیم که با جزئیات کار بکنیم. مثلا شما میایین حالا یک پریست رو اعمال میکنین به این شکل و میایین تنظیم میکنین حالا این حالت سه‌بعدی که اعمال شده چه مقدار برجستگی داشته باشه، یا که کدام رنگی را داشته باشه. فعلا برجستگی ازی ببینیم مثلا این گوشه‌هاش مثل ازیست که یک نور تابیده حالت سفید رنگ است و پایین و چپ و راستش رنگ سیاه هست. میتونیم همه اینا رو ما تغییر بدیم. حالا حالت‌های مختلفی در اینجا وجود داره، میتونیم اعمال بکنیم. حالا بعضی‌ها شاید خیلی محسوس نباشه اما بعضی‌هاش مثلا کاملا فهمیده میشن، یعنی خیلی تغییرات زیاد است. یا یک حالت روشنایی که روی ازی تابیدن ما میتونیم که ایره تغییر هم بدیم. حالا مثلا میگیم که روشنایی ازی حالا بچرخ، حالا مثلا ما اگه زیاد بکنیم این روشناییش در از این طرف آمد روشنایی قرار گرفت، میتونیم اینا رو کم و زیاد بکنیم یا ریست رو بزنیم دوباره ریست میشه. حالا هر آپشنی رو که شما از پیکچر افکت بیاین، حالا قسمت آپشنز های بیشترش هست که میتونیم که در اون منوی پنلی که در سمت راست برای ما باز میشه او رو مثلا ما داشته باشیم. یا گزینه سافت ایجز چی کار میکنن؟ میای مثلا ایج یعنی لبه، می لبه های عکس ما رو مثلا یک مقداری فید میکنه، یک مقدار محو میکنه که شما میتونید این داشته باشین و زیاد فید شوه یا کم فید شوه. این حالت ها میشه که اعمال شوه. حالا ببینید یک نظر به ای که شما روی چه قسم یک داکیومنت کار میکنین میتونید این حالا استایل ها رو داشته باشین، حالا تنظیم بکنین. حالت بیول هست که مثلا یک حالت سه‌بعدی حالا اضافه میکنن، به اصطلاح مثل حالت تخته های چاکلت اگه دیده باشین یا کاکائو اگه دیده باشین به اون شکل یک حالت برجسته رو برش ایجاد میکنه. یا فرو رفتگی داره یا مثلا کلا برجستگی هست، به این شکل اعمال میشه. و 3D روتیشن خب میاد مثلا روتیت میکنه. روتیت یعنی میاد مثلا با یک جهت یک مقدار ایره میچرخانه که حالا حالتهای سه‌بعدی گفته میشه. اینا میتونید شما اینا را ببینید، حالت مثلا اوبلیکو است به این شکل. این حالت ها رو میتونید ببینید و تست بکنید. این افکت های مختلفی هست که ما در جلسات گذشته این موضوعات داشتیم.